السلام علیکم و رحمت الله و برکت. برادران و خواهران مهربان من، اول اینکه به همه شما تشکر زیاد که سامانه ما را دستگیری میکنین و هر نواری خیری که میگذاریم سهم خود را میگذارید. لیک برادران و خواهرانی که بیمار دارین یا که خود بیمار هستین، اول اینکه الله سبحانه و تعالی در این ماه شریف رمضان به کل بیماران امت اسلام شفای کامل و عاجل نصیب روزشان گرداند. لیک عزیزان من، ما به همه سری وقت یعنی که در یک وقت کمک کرده نمیتونیم. با فضل و کریم الله، با مدد الله سبحانه و تعالی کوشش داریم تا که تا قدر امکان به اون شخصان بیمار یک کمکی کوچکی خود را رسانیم. لیک دوستان من، در وقت ارسال SMS سخنهای هر خیلی پریدانه و تکبرانه ارسال نکنین. تو خاطر بلند گرفتی تو با انسانهای پست گپ نمیزنی. انسان خوب، ما هم از خاک خلق شدیم و به خاک روز میریم. با این خاطر از هر خیلی سخنهای فساد خودت نگه دارین. الله نگهبان. السلام علیکم.